خب اول از همه به همه دوستان ایرانی خودم میگم سلام، حالتون خوبه؟ خوشحالم اینجا با شما هستم. من شخصا خودم فرانسوی هستم. من همچنان از تصمیم فرانسه استقبال میکنم چون یک گام بسیار مهمی بود، چرا که در دراز مدت به هر حال این منازعه حل خواهد شد. بخشی از راه حل این منازعه این خواهد بود که ما همچنان تاکید میکنیم بر راه حل تشکیل دو کشور. ما مردم فرانسه همچنان تاکید میکنیم بر این موضع که ما یک کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت میشناسیم. ما داریم این کار رو میکنیم در زمانی که یک نسل‌کشی در جریان هست. برای همین است که میگیم الان این فقط روی کاغذ هست تا وقتی که اسرائیل داره دست به کارهایی میزنه که حالا میشه اسمش رو نسل‌کشی گشاد. من اینجا در دستم یک لیوان آب دارم. این پایه‌ای ترین چیزی است که همه ما هر جای دنیا باشیم میتونیم داشته باشیم، اما الان 2,100,000 نفر کودک و مرد و زن این امکان رو ندارن، امکان نگه داشتن یک لیوان آب در دستشون. این مشکل هستش. با اینکه به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی توسط فرانسه مورد استقبال هست، ولی در مقایسه با این نسل‌کشی که میگذره واقعا کافی نیست. ما باید هر کاری در توانمون هست برای جلوگیری از این نسل‌کشی انجام بدیم. طرف اسرائیلی نسل‌کشی رو رد میکنه، گرچه که امروز دو نهاد حقوق بشری اسرائیلی هم گفتند که در گزارشی که اون نامش هست نسل‌کشی ما، اونها میگن که داره این اتفاق در غزه میفته. اما اگر آمریکا قرار باشه اونطور که برخی میگن کارت سفید به یا چک سفیدی که به اسرائیل داده، این اقدام فرانسه چه چیزی رو قرار تغییر بده؟ برای اینکه دست کم خیلی از کشورها از ترس اینکه آمریکا حمایتش رو ازشون بگیره حتی حاضر نشدن در این جلسه در سطوح بالاتری شرکت کنند. خب هر حرکت که در مسیر درست باشه حرکتی مثبت هست. هدف بسیار دور از دست هست به خاطر ابعاد بزرگ و عظیم واکنش اسرائیل به حملات 7 اکتبر بود. به این شکل که اینجوری داره یک جمعیت 2 میلیونی رو مورد هجوم قرار میده با حمایت یک ابرقدرت به دکترها، به پزشکان، نزدیک به 200 روزنامه‌نگار رو به کشتن داده. در این شرایط هست که بله، ما باید بسیار گام‌های بزرگتر و بلند پروازانه‌تر برداریم. به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی گام بسیار مهمی هستش از طرف یک کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل و عضو یکی از 7 کشور صنعتی. شکی نداره که این گام مهمی است. حالا آیا این اقدامی سمبولیک است یا اینکه نه فکر می‌کنید واقعا اقدامی است که منجر به عمل میشه؟ برای اینکه بسیاری دارن فرانسه رو هم متهم می‌کنند که در شرایطی که در غزه این اتفاقات داره میفته با این حرکت میخواد از فشار افکار عمومی فرار کنه. بله، این مردم در این اعتقادشون کاملا حق دارن که شاید فشارها کم بشه، ولی ما یک کشور مستقل فلسطینی رو داریم به رسمیت میشناسیم، در عین حال اجازه میدیم که محصولات بیرون آمده از شهرک‌های یهودی نشین رو وارد بکنیم و مصرف کنیم. ما کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسیم، اما وقتی یک مقام اسرائیلی وارد خاک ما میشن اونها رو دستگیر نمی‌کنیم. نزدیک به هزاران شهروند فرانسوی هستن که هم تبعه فرانسه هستن هم تبعه اسرائیل و در ارتش ما خدمت میکنن. این اصلا همخوانی نداره با ادعای ما در پیشبرد عدالت بین الملل. بله، تا وقتی این هماهنگی ها، این همخوانی ها نباشه ما نمیتونیم ادعاها رو به طور کامل انجام بدیم. نه فقط ما و کشورهای دیگه، بلکه هر کشوری در دنیا. در این چند هفته اخیر فشارها بر دولت‌های اروپایی از طرف مردم افزایش پیدا کرد در مورد آنچه که در غزه داره میگذره. آیا فکر می‌کنید افکار عمومی در حال تغییر در اروپا و این نتیجه یا
نشانه‌ای در بیرون در سیاست‌های این کشورها خواهد داشت؟ من میتونم جواب این سوال رو بدم، برای اینکه من 10 سال هستش در داخل پارلمان اروپایی با مقامات تصمیم گیر کار کردم. بله، اقدامات و حرکات مسالمت آمیز بیشک سازنده هستند. مثلا همین امروز کمیسیون اروپایی اعلام کرد که حمایت خودش رو از اون چه ما از تکنولوژی‌های دو منظوره مینامیم تعلیق شده تا اونجایی که منتهی بشه به حمایت از اسرائیل و تولید پهپادهایی که با اون پهپادها باعث کشتن کودکان غزه میشن، اونگونه که چند تا از پزشکان در پارلمان اروپا بر این مسئله گواهی دادند. ما ارسال این گونه تکنولوژی دو منظوره رو به حالت تعلیق آوردیم، اما باید کارهای بیشتری انجام بدیم، ولی خب آلمان همچنان مخالف این قضیه است. تصورتون این است که در ماه سپتامبر با وجود مخالفت‌ها فرانسه به آنچه که قول داده، یعنی اون به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، اقدام خواهد کرد؟ خب ببینید، حرف فرانسه بسیار حرفی هستش که باید به چشم یک وعده دیده بشه. در سال 1957 وقتی فرانسه به اسرائیل رو مجاب کرد که وارد جنگ بشه با مصر بر سر غزه، میتونیم فرض بر این بگیریم که بله، الان هم فرانسه به این وعده خودش عمل خواهد کرد. فراموش نکنید در همین اتاقی که مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه داد در سال 1988 یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات آزادی بخش فلسطین، اسرائیل رو بر اساس